ягон суруди падарам тайёр дорад ё не? албатта суруди падар ман падарам ки дар қайди ҳаёт нестанд албатта суруди падар ҳам тайёр кардагӣ ҳастам ва барои шумо албатта ки месароям аз таҳти ҷону дил иншоаллоҳ дуо мекунем ки худованд ҷои падарамонро ҷаннати фирдавс гардонда бошад. иншоаллоҳ падарое ки гузаштагӣ ҳастанд онҳоро низ худованд ҷойшонро ҷаннат гардонад. барои падарои бузургвор чӣ қадар сухан гӯем ҳам кам аст, чунки ҳама вақт соҳибони сари фарзандон мебошанд. мо ҳамон вақт ба қадри падар ё ин ки модар мерасем ҳамон вақте ки онҳо дар қайди ҳаёт нестанд, баъд дер мешавад. барои ҳамин ба онҳое ки ҳоло падару модарашон дар қайди ҳаёт ҳастанд гуфтанӣ ҳастам ки айни ҳол ки зинда ҳастанд ба қадри падару модар расед. баъд аз оне ки онҳо ин дунёро падруд гуфтанд баъд дер мешавад. албатта ман рости як ду-се савол доштам. ман аввал мехоҳам ки суруди падаро гӯш кунем, баъд саволе пешниҳод кунам. бошад. марҳамат. گفتم که برای غمی تو ناله سر کنم، دردم زیاد از دل پردرد اثر کنم. چون ناکسانی ده همه صاحبی پدر، چون ناکسانی در همه صاحبی پدر، شب را به یاد عشق پدر من سحر کنم. هنگامی نوبهار به صد آرزو نیت، من زهر گلها چشم و دیده تر کنم. چون حافظی وطن منم و حافظی دیار، از مرگ ناگهانی پدر گوش کر کنم. ای پدر جان، پدر جانم.
پدر جان روحشان شاد باشد، آمین. آخرتشان بود باشد. همین از شما برین فرزند تربیت کردنشان همه وقت راضی باشنده. انشاءالله. سوال چنین داشتم که از کی شما حافظی سر کرده در جادی همین صنعتتان کی بود که دستی شما گرفت؟ هم از جهتی استادی باشد، هم از جهتی باشد که دلگرم کرد، هوسمند کرد شما، از جهتی مبلغ باشد. من نمیدونم کی عموما همین در همین جاده شما رو دستگیر و مددگار بود. تشکر زیاد کجا. البته که این صنعت البته وقت از اونه که در دل جای می شود، ایرا یگان کس شما مجبورم کرد نمیتواند که شما صنعتکار شوید. اگر که دل مهر محبت تو همین چیز بکی باشد، همون وقت شما سراینده میشید، صنعتکار میشید. و همین مهر محبت نسبت صنعت بود که در دل من در آوان خردی جا شدگی بود. از سن 5 سالگی من آغاز کردم. راستش هم برای خودم میخوندم. بعد همین طور در مکتب در صنف یکم میخوندم. اولین بار استاد عزیزم که از صنف یکمی ما رو دست دادگی هستن، اگر ما رو تماشا دارید سلام عرض دارم. استادم ارتقا رسول از همین دهه زیبا منزلی کاستراش هستند. پس ما با از صنف 1 تا صنف 4 دست دادگی هستم. معلم ابتدایی. البته همون کس اولین بار بلندگویی رو دست من دادگی بودن و با شرافتی استاد عزیز یارو محب الله که اینکس نوازنده بودن. در همون وقت از صنف یکمی من نوازنده بودم. من سرودی یاد دارم. اولین بار در مکتب سرودی ای دلبری نازنین قدرت زیبنده تو را لباس اطلس را خواندگی بودم. استاد آهنگ نواختگی بودن. در یادم مثل حاضر نقش بستگی است، در یادم هست. و همین طور بعد از اون که من برآمد کردم یکم بار، بعد همین طور در تمام چهاربینی‌هایی که مکتب میشد به من نمیگذشت. من باید که یک سرود اقلا یک سرود میخوندم و چی سرودی وطن، چی سرودی مادر پدر. من در مکتب تحکرسی از مکتب
بعد از اون در توی‌های همین قشلاق اشتراک میکردیم همراه استاد یارف نوازنده بودن این کس حالا هم نوازنده یک جوان سپاس این کس که ما با دستگیری کردن در همین ساحه ما با بسیار هم نباشد ما با این کس یک چیز یاد دادگی هستن حق استادی دارن بعد من سال 2015 با دستگیری و یاری استادان عزیز در همین استاد عزیز یارف محب‌الله من کمترک رفته پیششون تیاری دیگه بودم سال 2015 که آزمون جمهوریوی آواز طلایی برگزار گردید اولین بار در صحنه برآمد کردم در خیلی بسیار آدم نیست 3 نفر یا اینکه 4 نفر می‌ایستاد برآمد کردم خیلی خوب پذیرایی کردن من یکم دور به سرودی مادر خوندگی بودم خیلی همین طور سرودی ای دلبری نازنین قدرس خوندم بعد یک تا سرودی وحدت خوندم همین خیلی برآمد کردم 4 دوره آواز طلایی برآمد کردگی هستم آزمون‌ها در توی‌ها بار اول کی اشتراک کردید در توی بار اول وقت از اون که 2015 سال 2015 من از شهر دوشنبه از آواز طلایی برنامه آزمون آواز طلایی اومدم من در مکتب رقمی 75 یک همین قشلاق در آمدگاه قشلاق یک کنسرت برگزار کردم سال 2015 اولین بار نوازنده‌اش هم استاد محب‌الله یارف بودن با همین کس تیاری دیدیم خیلی شکر خدا که نظم گذشت بعد همین طور راه ما کشاده شد به صنعت بعد در توی هم سال 2015 اولین بار توی گذراندگی بودم توی قشلاق بسیار گذراندگی من یگان لحظه های بودن که از دوره های توی من مثلا این برنامه با برنامه آزاد خیلی تیاری شرط نیست در برنامه ما که نوار بردار هستیم در قریب که در هر یک توی لحظه های ناگوار رخ میده خب از جهتی که باشد تصور کردیم کلین ها میغلطن دوماد ها میغلطن میشد که نوار برداران میغلطن همه خیلی لحظه های ناگوار شده میستد از دستی حافظان میکروفون ها میغلطن در همین جاده صنعت شما هم بودن یگان حادثه های ناگواری که در خاطر شما نقش بسته باشد باور کنید من بسیار جای برآمد کردگی هستم اولش خداوند از خداوند طلب میکنم همه چیز را از یگان بنده نه از خداوند طلب میکنیم من با یگان بار این حالت رخ دادگی نیست ما همراه استاد میرفتیم یگان سرودی فونوگرام موندگی نیستیم زنده میخونیم اگر که مثال شود نکی یگان بار نشد از شکر خدا سوید مراد هم میفهمد که این ناگوار این وجه زنده و شکر خدا که ما تویایی که میگذراندیم نغز میگذشت مردم از ما راضی خدا را شکر تا همین روز یگان حالت ناگوار رخ دادگی نیست تصور کردیم اگر شما توی رفتید شما نوازندگی نمیتونید تصور کردیم که شما نمیتونید نوازندگی همین نوازنده شما استاد یارف ناومدن شما چیکار میکنید در درونی توی البته که از این روز بد نیست حافظه بله انشاءالله که ما یگان وقت استاد یگان وقت این خیلی کار نمیکنن ما همه وقت یک هفته یا اینکه 5 روز 6 روز پیش من استاد قطعی صحبت میکنم اول تیاری میبینیم بعد کدوم توی که باشد میریم یگان بار استاد گفتی روسای است کلیت کردگی نیستم